سلام عرض میکنم خدمت همراهان گرامی فرادرس. بنده امید زندی هستم. در این آموزش میخواهیم به منبع تغذیه سویچینگ باک بپردازیم. منابع تغذیه خطی که در اونها از دیودها و ترانزیستورها برای تولید ولتاژ ثابت استفاده میشن دارای بازه پایینی هستند، چرا که المان کنترلی در اونها باید همواره فعال باشه، پس همواره انرژی تلف میکنه و در نتیجه بازه پایینی خواهند داشت. برای رفع این مشکل و افزایش چشمگیر بازه از منابع تغذیه سویچینگ استفاده میکنیم که در اونها المان کنترلی مثلا یک ترانزیستور با فرکانس فوق‌العاده بالایی قطع و وصل میشه. منابع سویچینگ انواع متعددی دارند: باک یا کاهنده و یا استپ داون. نوع اول هست که برای تولید ولتاژهای کوچکتر از منبع ورودی استفاده میشه. نوع بعدی بوست و یا افزاینده و یا استپ آپ هست که برای تولید ولتاژهای بالاتر از منبع تغذیه استفاده میشه. نوع بعدی هم باک بوست و یا افزاینده کاهنده هست که میتونه ولتاژ منفی و با اندازه بالاتر و یا پایینتر از منبع تغذیه رو تولید بکنه که یک اسم دیگه اون اینورتر هست. در این آموزش ما منبع سویچینگ باک رو بررسی میکنیم. با استفاده از منبع تغذیه سویچینگ باک ما میتونیم ولتاژ تنظیم شده و با دامنه کمتر از ورودی وی این رو تولید بکنیم. ساختار کلی منبع باک رو در اینجا مشاهده میکنید. از یک بلوک سویچ کنترل استفاده میکنیم که این سویچ کنترل میاد این المان کنترلی رو با فرکانس فوق‌العاده بالایی قطع و وصل میکنه. 3 تا المان اساسی هم دیود، سلف و خازن هست. اگر جریانی سلف رو با IL و ولتاژ خازن رو با VO نشون بدهیم، در این صورت چون خازن با RL ماضی هست، بنابراین ولتاژ خروجی همون ولتاژ خازن هست. از طرفی ما میدونیم که خازن دارای ولتاژ پیوسته هست و ولتاژ دو سر اون نمیتونه تغییرات ناگهانی داشته باشه. بنابراین این خازن که به موازات RL هست باعث میشه که ولتاژ خروجی صاف بشه و تغییرات جهشی نداشته باشه. و در طرف مقابل یک سلف دارای پیوستگی در جریان هست و جریان اون نمیتونه تغییرات ناگهانی داشته باشه. پس سلف میاد جریان بار رو صاف میکنه و خازن هم ولتاژ اون رو. بنابراین با ترکیب مناسب اونها ما میتونیم یک ولتاژ کاملا صاف و تثبیت شده رو در خروجی تولید بکنیم. یکی از مشکلاتی که منابع تغذیه خطی دارند اینه که ظرفیت این خازن فوق‌العاده زیاد هست، مثلا 4700 میکروفاراد. ولی در منابع سویچینگ برای اینکه لازم نباشه که مقادیر L و C خیلی بزرگ باشه، در این صورت میایم فرکانس قطع و وصل کردن المان کنترلی رو فوق‌العاده بالا مثلا 10 کیلوهرتز در نظر میگیریم. در نتیجه نیاز نیست که مقادیر سلف و ظرفیت خازن خیلی بالا باشه. این که این سویچ برای چه مدت زمانی روشن و برای چه مدت زمانی خاموش باشه بستگی به ولتاژ خروجی داره. ما با کنترل میزان روشن و خاموش بودن این سویچ میتونیم ولتاژهای خروجی در بازه 0 تا وی این رو تولید بکنیم. مثلا اگر وی این یک منبع ولتاژ 10 ولت دی سی باشه، در این صورت ولتاژ خروجی هم در بازه 0 تا 10 ولت دی سی به صورت تنظیم شده قابل تولید هست. حال بیاییم مدار رو با جزئیات بیشتری تحلیل بکنیم. زمانی که این سویچ بسته هست، در این صورت منبع وی این که بزرگتر از 0 هست به کاتود دیود متصل میشه. بنابراین این دیود خاموش میشه و در نتیجه جریان IL در این سلف برقرار میشه و باعث شارژ شدن هم سلف و هم خازن میشه. سلف انرژی رو در میدان مغناطیسی و این خازن هم انرژی رو در میدان الکتریکی ذخیره میکنه. اما وقتی که سویچ خاموش هست چه اتفاقی میافتد؟ وقتی که سویچ خاموشه، با توجه به اینکه سلف دارای پیوستگی در جریان هست، بنابراین زمانی که این سویچ رو خاموش میکنیم جریان IL باز هم به سمت راست هست و در نتیجه این جریان IL از آنود به سمت کاتود دیود جریان پیدا میکنه و باعث روشن شدن این دیود خواهد شد. بنابراین در حالت قبل مسیر عبور جریان وی این سویچ و سلف بود، اما در اینجا مسیر جریان عوض میشه. آنود دیود، کاتود و سپس سلف و خازن. بنابراین زمانی که این سویچ خاموش میشه، این سلف مثل یک منبع جریان عمل میکنه و جریان بار رو تأمین میکنه. و یا به عبارت دیگه زمانی که این سویچ خاموش میشه، جریان بار
صفر نمیشه، بلکه توسط این القاگر تأمین خواهد شد. طبیعتاً اگر برای همیشه این سویچ خاموش باشه، در اینجا ما یک مدار RLC داریم که انرژی که در سلف و خازن وجود دارد به تدریج در مقاومت RL تلف میشه. بنابراین اگر فرض بکنیم که قبل از اینکه سویچ باز بشه ولتاژ خروجی برابر با 5 ولت باشه، در این صورت به محض اینکه این کلید رو باز میکنیم انرژی در این مقاومت RL تلف میشه و ولتاژ خروجی هم شروع به کم شدن میکند. اما دوباره این کلید بسته میشه، پس دیود خاموش میشه و جریان از وی این وارد سلف و خازن میشه و اونها رو دوباره شارژ میکند. پس ولتاژ خروجی دوباره به سمت 5 ولت حرکت میکند. دوباره این کلید رو خاموش میکنیم، پس باز هم مثل قبل ولتاژ خروجی شروع به کم شدن میکند و با توجه به اینکه این سویچ با فرکانس بالایی قطع و وصل میشه، در نتیجه ولتاژ خروجی هم بدین صورت تغییر میکنه که حال حضور این خازن به صورت موازی با بار باعث میشه که ریپل تغییرات ولتاژ خازن خیلی شدید نباشه و یک ولتاژ نرمتری به دست بیاد و در عمل اندوکتانس L و ظرفیت خازن رو طوری انتخاب میکنیم که میزان این ریپل ها قابل قبول باشه و مشکلی رو در استفاده از اونها پیش نیاره. مدار کاملتر منبع تغذیه سویچینگ باک رو هم در اینجا مشاهده میکنید. با استفاده از مقاومت‌های R2 و R3 که مقاومت‌های فوق‌العاده بزرگتری از RL هست، ما بخشی از ولتاژ خروجی رو به پایه منفی این مقایسه کننده فیدبک میکنیم. VF برابر میشه با R3 تقسیم بر R3 و علاوه R2 ضرب در ولتاژ خروجی. با استفاده از R1 و یک دیود زنر یک ولتاژ مرجع VRF رو هم در پایه مثبت میسازیم. بنابراین ولتاژ خطا برابر میشه با VRF منهای VF. در اینجا از یک بلوک PWM استفاده میکنیم. سیگنال PWM بدین صورت هست. دوره تناوب اون ثابت هست، یعنی T ثابت هست، ولی مدت زمان یک منطقی بودن اون یعنی T آن و مدت زمان صفر منطقی بودن اون یعنی T آف متغیر هست. یعنی این PWM وریبل یا متغیر هست. بستگی به اینکه این ای مثبت هست و یا منفی هست و یا دامنه اون بزرگ و یا دامنه اون کوچک هست، زمانهای تی آن و تی آف تغییر می کند. در مدت زمان تی آن چون ولتاژ خروجی PWM یک منطقی هست، بنابراین ترانزیستور Q1 روشن میشه، یعنی المان کنترلی روشن میشه و در نتیجه جریان I در مدار برقرار میشه و باعث شارژ شدن سلف و خازن خواهد شد. اما در زمان تی آف چون این ولتاژ صفر هست، بنابراین Q1 هم خاموش هست و در نتیجه مدار RLC که قبلا توضیح دادیم وجود خواهد داشت. حال فرض بکنید که E کوچکتر از صفر باشه. با توجه به اینکه VF به پایه منفی متصل هست، E کوچکتر از صفر بدین معنی هست که ولتاژ خروجی بیشتر از مقدار مطلوب هست. بنابراین در این بلوک PWM باید T آن کم بشه. در این صورت این ترانزیستور برای مدت زمان بیشتری خاموش میماند. بنابراین افت ولتاژ خازن بیشتر خواهد بود، یعنی مثلا از همون 5 ولت به یک مقدار کوچکتری مثل 4 ولت افت پیدا میکنه. اما اگر فرض بکنیم که ای بزرگتر از صفر باشه، بدین معنی هست که ولتاژ خروجی کمتر از اون مقداری هست که ما دوست داریم. بنابراین این بلوک PWM میاد زمان تی آن رو زیاد میکنه. پس این ترانزیستور Q1 برای مدت زمان بیشتری روشن هست، پس سلف و خازن هم برای مدت زمان بیشتری روشن میمانند و ولتاژ خروجی هم زیادتر میشه. بنابراین این سیستم حلقه بسته به صورت دائمی کار میکند و تی آن و تی آف همواره طوری تنظیم میشه که ولتاژ خروجی در یک مقدار ثابت تنظیم بشه. شکل موجها رو در اینجا با وضوح بیشتری مشاهده میکنید. فرض میکنیم که سیگنالی که به گیت Q1 اعمال بشه بدین صورت باشه. در این فاصله زمانی ترانزیستور روشن هست، بنابراین سلف و خازن بدین صورت شارژ میشوند. اما در این فاصله زمانی ترانزیستور خاموش هست، بنابراین خازن هم بدین صورت دشارژ میشه. حال دوباره در سیکل بعدی ترانزیستور روشن میشه، خازن هم شارژ میشه، دوباره ترانزیستور خاموش میشه و خازن هم دشارژ میشه و این فرآیند همواره تکرار میشه. پس میبینیم که اگر تی آف بزرگتر از تی آن بشه، در این صورت میزان دشارژ خازن بیشتر از شارژ شدن اون هست، یعنی ولتاژ خروجی هم کمتر میشه.
میانگین این سیگنال به پارامتری به نام چرخه کاری یا دیوتی سایکل وابسته هست. دیوتی سایکل رو با اختصار با DC نشون میدیم و برابر هست با T آن تقسیم بر T. T یک دوره تناب سیگنال PWM هست و میانگین ولتاژ خروجی برابر میشه با دیوتی سایکل ضرب در V این. پس ما با تغییر دیوتی سایکل خیلی راحت میتونیم میانگین سیگنال خروجی رو تغییر بدیم. اگر مطابق این شکل دیوتی سایکل رو افزایش بدهیم، یعنی که تی آن نسبت به تی آف بزرگتر شده. پس ترانزیستور برای مدت زمان بیشتری روشن میماند، بنابراین خازن هم بیشتر شارژ میشه. بنابراین در این حالت میزان شارژ شدن خازن بیشتر از دشارژ شدن هست، پس ولتاژ خروجی بیشتر میشه. اما اگر بیایم دیوتی سایکل رو کمتر بکنیم، در این صورت تی آن نسبت به تی آف کوچکتر میشه یا ترانزیستور برای مدت زمان بیشتری خاموش میماند، پس دشارژ اون هم بیشتر خواهد بود. میانگین ولتاژ خروجی هم کمتر میشه. بنابراین یکی از وظایف این مقایسه کننده در منبع تغذیه سویچینگ باک اینه که همواره خروجی رو با مقدار مطلوب مقایسه میکنه. مثلا ما میخواهیم ولتاژ خروجی مطلوب یا رفرنس برابر با 10 ولت DC باشه. در این صورت اگر ولتاژ خروجی کوچکتر از 10 ولت DC باشه، این مقایسه کننده فرمانی رو به این بلوک PWM صادر می کند که دیوتی سایکل رو باید بیشتر بکند یا مدت زمان تی آن نسبت به تی آف باید بزرگتر بشه. در این صورت Q1 هم برای مدت زمان بیشتری روشن می ماند و سلف و خازن هم بیشتر شارژ می شوند. اما اگر مطابق این شکل ولتاژ خروجی بیشتر از 10 ولت یا مقدار مطلوب باشه، در این صورت خروجی این مقایسه کننده منفی هست و یک فرمانی رو به این PWM صادر میکنه که باید دیوتی سایکل رو کمتر بکنه. بنابراین Q1 برای مدت زمان بیشتری خاموش میشه و خازن هم مدت زمان بیشتری در حال دشارژ خواهد بود و ولتاژ خروجی هم کمتر میشه.